خواصی بزرگ نهفته در برگ‌های سبز و کوچک چای. درباره چای و اثرات طبی آن مطالب بسیاری بیان شده است. چای نوشیدنی مفرحی است که همه روزه بر سر سفره و روی میز بسیاری از مردم جهان جای دارد. چای بعد از آب یکی از ارزانترین نوشیدنی های دنیا محسوب می شود. برگ‌های خشک و عمل‌آورده چای بیش از 4000 سال است که در تهیه نوشیدنی ها به کار می رود. چیدن و جمع‌آوری برگ‌های سبز و جوان گیاه به وسیله دست انجام می‌گیرد و سپس برای آماده سازی به کارخانه تحویل داده می‌شود. رنگ، عطر، طعم و سایر خواص چای در مرحله تخمیر صورت نهایی خود را یافته و سپس در مرحله خشک کردن که با سرعت و در درجه حرارت خشک 85 تا 90 درجه سانتیگراد خشک و بلافاصله سرد می‌شود در محصول نهایی تثبیت می‌گردد. چای بعد از عملیات تولید درجه بندی می شود که به انواع قلمی، شکسته و باروتی تقسیم می گردد. چای مرغوب باید رنگی قهوه‌ای مایل به سیاه و ملایمی داشته باشد. طعم آن باید گس و فاقد هر گونه بو و طعم غیر طبیعی باشد. چای باید در بسته‌بندی های نگهداری شود که از گرفتن عطر و طعم از بیرون و از دست دادن عطر خود چای به بیرون جلوگیری کند. تحقیقات زیادی خواص دارویی چای را مورد تایید قرار داده است. این خواص به شرایط تهیه چای بستگی دارد. اگر بخواهید برای برطرف کردن خستگی و یا به عنوان نوشیدنی مفرح چای مصرف کنید، باید آب کاملا جوشیده را روی چای بریزید و پس از 15 دقیقه آن را صاف و می نمایید که در این صورت کافئین به میزان زیادی در آن حل می شود و اثراتش به عنوان ماده محرک نمودار می گردد. این زمان بیشتر طول بکشد. کافئین آزاد شده با تانون‌های چای ترکیب می شود و از اثرات محرک آن کاسته می شود. اثرات و خواص مهم دیگر چای: کاهش چربی خون، خواص ضد میکروبی، خواص ضد پوسیدگی دندان، خاصیت آنتی اکسیدان، ضد سرطان و ضد ویروس می باشد. همچنین کاهش قند خون، کاهش کلسترول خون، کاهش وزن، دفع آب اضافی بدن، تقویت قلب و تحریک گردش خون و حفاظت از کبد است. نوشیدن چای کمرنگ به دلیل داشتن ماده تئین که به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند مانع از شکنندگی عروق می شود. تئین موجود در چای دارای اثرات آرام بخش فراوانی است. مصرف چای به دلیل کافئین کم از بروز عصبانیت جلوگیری می کند. پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در کشورهای مختلف است. ترکیبات چای پوسیدگی دندانها را کاهش می دهد. پلی فنیل های موجود در چای خاصیت باکتری کشی دارند و با از بین بردن و کاهش تعداد باکتری ها خطر پوسیدگی دندان ها کاهش می یابد و از ایجاد بوی بد دهان پیشگیری می شود. نقش فلور در سلامت دندان ها تا چند سال اخیر شناخته شده است که در خمیر دندان ها برای جلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده می شود و چای یکی از منابع سرشار حاوی فلور می باشد. چای در دیگر مناطق جهان نیز طرفداران فراوانی دارد، به طوری که روزانه 3 میلیارد فنجان چای در جهان نوشیده می شود. توصیه می شود افراد 1 تا 2 ساعت قبل از خواب چای مصرف نکنند، زیرا موجب بیخوابی و به دنبال آن بدخلقی خواهد شد. نوشیدن چای مانع از جذب آهن غذا می گردد، لذا توصیه می شود نیم ساعت قبل از صرف غذا و 1 ساعت و نیم پس از آن از مصرف چای خودداری گردد. نکته قابل توجه در مصرف چای اینکه افزودن مواد اضافی نظیر لیمون به چای خواص آن را کاهش می دهد. پس بهتر است چای را بدون افزودنی بنوشید. هرگز نباید چای را در حالت داغ مصرف نمود، زیرا کندن چای در حرارت بالا اثر بدی روی مخاط از جمله مخاط مری می‌گذارد. از دم کردن چای در قوری استیل اکیداً خودداری کنید، زیرا چای به خاطر مقدار قابل توجهی تانن با آهن قوری استیل رسوب می‌دهد.
شاهسوند بر خود می‌بالد که در تامین سلامت انسانها همت گماشته و از دانش و تجربه نخبه ترین متخصصان صنایع غذایی کشور و مدیران توانمند و لایق در کلیه سطوح تولید به منظور قابلیت رقابت با سایر رقبا در خارج و داخل کشور بهره برده است. امروز خوشحالیم که پیگیری‌ها و تلاشمان ما را به افتخاراتی بزرگ نائل کرده. لوح صادر کننده نمونه از دستان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، گواهی نامه‌های بین‌المللی HACCP در ایمنی و بهداشت، ایزو 9001 در سیستم مدیریت کیفیت و ایزو 22000. لوح و تندیس واحد نمونه صنایع غذایی در سالهای 84، 86 و 87 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. لوح و تندیس واحد برتر سال 85 از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی. لوح صادر کننده نمونه در سالهای 85 و 87 از سوی استانداری خراسان رضوی. و اکنون عزم و امیدی تازه برای ادامه راهی که از سالیان گذشته برای خود برگزیده بودیم را یافته‌ایم. اینها تنها بخشی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های شاهسوند است که تداوم و اطلاع این گونه پیشرفت‌ها حاصل بیش از سالها کار فکری و عملی متخصصین سخت‌کوش و کارآمد خواهد بود. ما در تولید نهایت دقت را به خرج دادیم. شما هم در انتخابتان کمی دقت کنید. شاهسوند برای تمام ذائقه‌ها.